دو روز باز در ساختمان کارخانه کارکرد گاز امورسک گپز بین مهاجران از تاجیکستان و قرقیزستان زنازنی های عمومی ادامه دارد. این کارخانه در کنار شهر بلاگاویشنسک مرکز مأموری ولایت امور در منطقه شرق دور روسیه ساخته می شود و به ساختمان آن تنها در شرکت ولسترویمنتاژ 9000 کارگر اکثر مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی به کار گرفته شدند. منابع پایگاه خبری بامداد با ارسال ویدیوهای دو روز زنازنی ها خبر دادند که در گپز امور حدود 500 کارگر تاجیک و قرقیز از گریبان یکدیگر گرفتند. بنا به نقل امصوبت بامداد به ترتیبی ها روز 8 مارس در آشخانه شرکت ولسترویمنتاژ در یک زمینه صرف معیشی یا به قول تاجیکا برای یک گپ دو پوله سر شده است. کارگران تاجیک گویا پیش از همه از طرز خدمت رسانی کارمندان آشخانه که بیشترش زنان زاده قرقیز بودند ناراضگی کرده می گفتند که گویا پیش خدمت‌های قرقیز به هموطنان خود خوراک بیشتر داده به کارگران تاجیک برعکس کم می‌دهند. روز 8 مارس باشد گویا یک کارگر تاجیک از زن پیش خدمت قرقیز سلفیت که خواسته است و او این سلفیت که را یا نداده است و یا داده است ولی برای کارگر تاجیک پرتافته است. در هر صورت این نافهمی ناچیز بلافاصله به یک جنجال بزرگ با اشتراک 100 نفر از هر دو طرف تبدیل یافته است. در ویدیو روز اول زنازنی دیده می شود که مهاجران به سوی یکدیگر همه چیزی که پیش می آید از جمله میز و کرسی و کاسه و طبق و دیگر ظرف و اشیا را می پرتایند و یکدیگر را زیر باران مشت و لغت می گیرند. روز 9 مارس مهاجران تاجیک و قرقیز دوباره از گریبان یکدیگر گرفتند ولی این دفعه در صحن برفپوش میدان ساختمان. بعد روز دوم هم تکرار شدن زنازنی ها مأموریت شرکت ولسترویمنتاژ تصمیم گرفته است که مسئله را با چاره‌های شدید حل کند. منابع بامداد خبر دادند که مأموریت قرار کرده است که تمام مهاجران در زنازنی ها اشتراک کرده را بدون یگان چون و چرا از کار بیرون بیندازند. مأموریت همچنین گفته است به مقامات حفظ حقوق مسئله از روسیه اخراج کردن مهاجران شورپشت را هم مطرح می‌کند. قرار معلوم ماه آگوست سال 2021 در پی یک سلسله زنازنی ها بین مهاجران در منطقه های گوناگون روسیه وزارت کارهای داخلی این کشور هشدار داد که از این به بعد مهاجران را برای دغلانه ویران کردن ترتیبات جمعیتی از جمله برای اشتراک در زنازنی ها بیرحمانه به کشورهای زادگاهشان اخراج کرده از حقوق عبور مرز روسیه محروم میکنند. ماه دکامبر سال 2021 وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داد که الکی بیش از 400 مهاجر را محض برای اشتراک در زنازنی های عمومی اخراج کردند. اکثر آنها را به مهلت تا 40 سال از حق عبور مرزهای روسیه محروم کردند.